سلام به تک تکتون، خیلی خوش اومدید به یه ویدیو یوتیوب دیگه داخل چنل کارز ماریا. قبلا من BMW XM رو برای شما بررسی کردم، اما امروز اومدم سراغ 718 باکستر اس. دو تا 718 رو ما امروز اینجا داریم که این ماشین در واقع رنگ اصلیش نیست و کاور شده و این هم یه 718 که رنگش مشکی و با بادی کیت خیلی خاصی که داره و بالای عقب خیلی جذاب‌تر شده. این در کل دو تا 718 دستکاری شدن. هر دو تا 718 باکستر اس هستن، این نسخه های معمولی 718 نیستن. میدونید که 718 تو دو تا نسخه وارد کشور شده که 718 های معمولی و یکم 718 های اس که از نظر حجم موتور یه سری تفاوت ها با هم دیگه دارن که در ادامه ویدیو من خدمتتون عرض میکنم. این از لوگوی پورشه، چراغای PDLS جلو و چیزی که تو 718 خیلی جذابه همین ورودی هوای بغل هستش که مشاهده میکنید که البته یه نقدی کردن که چرا این ورودی های هوا جنسشون اینه و ممکنه بر اثر حرارت تحت تاثیر قرار بگیره. حالا بعضی مالک ها به اختیار خودشون اون قسمت رو فیبر کربن میکنن. بخوام از فلسفه نامگذاری 718 بهتون بگم، اولا این که اسم 718 از مدل مسابقه پورشه توی دهه 50 60 میلادی برگرفته شده و کلمه باکسر که ترکیب دو تا کلمه هستش، یکی باکسر و رودستر. رودستر هم که ماشین همون کانورتیبل هستش در واقع و باکسر هم موتورهای تخت پورشه هستش که پیستون ها دو به دو خلاف جهت هم حرکت میکنن. اینم بالای عقب فوق جذاب. 718 توی دو تا نسخه با دو تا گیربکس تولید شده که نسخه های منوال بوده، یکم نسخه های اتوماتیک که تمام نسخه هایی که وارد کشور شدن با گیربکس اتومات بودن و یه مدل کیمن داره، مدل باکستر همونیه که سقفش باز میشه و کیمن هم همون مدل کوپه هستش که سقفش باز نمیشه. 718 های معمولی با موتور 4 سیلندر توربو شارژ 2 لیتری با حدود 300 اسب بخار هستن، اما 718 اس با موتور توربو شارژ 4 سیلندر 350 اسب بخاری با 420 نیوتن متر گشتاور و شتاب حدود 4 و خورده ثانیه موجود هستن. این هم از این. بریم که فضای داخلی کابین رو من بهتون نشون بدم. به این صورت 718 موتور وسط هستش، یعنی موتور این ماشین بین محور عقب و صندلی ها قرار گرفته و همین مسئله باعث توزیع وزن متعادل داخل پورشه شده، حدود 45% جلو و 55% عقب. این تنظیمات مربوط به تنظیمات آینه ها، شیشه بالا برها، سیستم صوتی هم که بوز هستش، تنظیمات چراغ ها، فرمونی که این قسمت ها فیبر کربن هستش و این هم از این. اون قسمت هم که کرونومتر هستش، پکیج کرونو داره، چراغ هایی که مربوط به تنظیمات هستن و تنظیمات مربوط به مودهای رانندگی که اسپورت داره، اسپورت پلاس داره، نورمال داره و ایندیویژوال. 718 6 کلید رو ما توی این قسمت داریم که به ترتیب مربوط به اسپویلر عقب، کیت اگزوز، اتو استارت استاپ، اسپورت، سفتی دمپرها و ESP. مانیتورش هم همچین تنظیمات خاصی نداره. اون قسمت هم که ما بزنیم دو تا کاپ هولدر برامون باز میشه. از این قسمت صندوق جلو، از این قسمت هم صندوق عقب باز میشه. 118 دو تا فضای بار داره، یکی فضای صندوق عقب، یکی هم فضای بار جلو که به فضایی که به بار جلو تعلق میگیره فرانک میگن، ترکیب ترانک و فرانت هستش که فضای بار نسبتا مطلوبی هم داره. برای تنظیم آب و روغن ماشین هم از صندوق میشه اقدام کرد. در کل 718 هایی که داخل کشور موجود هستن اکثریت از وضعیت مطلوبی برخوردار هستن، برخلاف مثلا پورشه پانامرا هایی که توی کشور هست. از برند پورشه عرض میکنم خدمتتون، مالک ها حساسیت بیشتری رو به خرج دادن.